سلام و درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. من بابک هستم با یکی دیگه از برنامه های تریدینگ ربات اینجا در خدمتتون هستم تا یکی از بزرگترین لیکویدی هایی که انجام شد در بازارهای کریپتو که تا حالا ندیده بودیم لنگشو. یعنی من خودم لیکویدی کرونا رو کامل یادمه، یعنی اون فروپاشی که کرونا کرد تقریبا یک نوزم یک بیستم این بود. اصلا یک چیز عجیب غریبی بود. دیروز یه اتفاق بسیار کثیفی که دستکاری های بازار کریپتو این کار رو خیلی میکنه. مثلا سر قبلی من یادمه خودم اتفاقی، حالا نمیخوام بگم میدونستیم یه این ریزشو، ولی ما قبلش یه پوزیشن سل گرفتیم. یعنی دقیقا اون لحظه ای که بازار شروع کرد به ریزش، ما همون لحظه پوزیشن سل شروع کردیم گرفتن. با یکی از دوستانمون بودیم دوتایی، خیلی بازارم درک نمی‌کردیم. اوایل بود، تازه وارد کریپتوکارنسی قسمت فیوچرزش شده بودیم. پوزیشنی گرفتیم، یهو دیدیم صرافی هر کاری می‌کنیم نمیتونیم نه استاپ بذاریم نه تی پی بذاریم. بعد وی پی ان عوض کن، با یه مودم دیگه برو. اصلا حواسمون هم نبود که بازار فروپاشی کرد، چون دقیقا یادمه اون موقع بایننس بود، تو بایننس گذاشتیم و بعد هی میزد در حال، نمیدونم سیستم در حال باگ خورده، مشکل خورده، باید برطرفش و اینا. بعد یهو اومدیم تو تریدینگ رو ببینیم حداقل پوزیشن چی شد، پولمون میره نمیره. یهو دیدیم اون ریزش شدید اتفاق افتاد و پیش خودمون گفتیم خب دیگه ما دیگه قراره بتره کنیم دیگه، با شاف آلوده نمیخوریم با این ریزش. ولی خب مارکت برگشت بالا، دستکاری کثیفی بود که کردن و اجازه ندادن تا فکر کنم 2 ساعت یا 4 ساعت بود به حساب دسترسی نداشتیم. برگشت بالا، اون سود خفنی که میتونست بده رو ازمون گرفت و یه سود جزئی خیلی کم داد. الان هم همین بود، یعنی الان هم شما اصلا نگاه کنین اتم اومده روی صفر. این چارت براتون بیارم. اتم کوش اینهاش، اتم یه لحظه تا صفر اومده. خب چارت رو ویکلی میکنم، کندلم حالت عادی میذارم که ببینین چه اتفاقی افتاده. اصلا یک چیز بسیار شو کثیفی که در بازار وجود داره این صرافی این اوردن تا صفر. یعنی هر جا پوزیشن، حتی مثلا ذهنی اومده بودی گفته بودی اینجا میذارم روی مثلا 0.2 تا اینجا، تقریبا 50% میخواسته بریزه دیگه. یعنی تو میموندی میگفتی من میخوام بذارم رو 0.2 از همینجا تا اینجا، تو 52% میرفتی تو ضرر. چه لبریجی میخواستی بذاری؟ این تماما لیکویدی که انجام شد با برنامه ریزی بود. یعنی اصلا بدون برنامه ریزی هیچ مفهومی نداره تو این داستان. یعنی شما نگاه کنی تقریبا 19.3 بیلیون تو 24 ساعت لیکویدی داشتیم. خیلیه، یعنی واقعا فروپاشی سنگینی کرده و این تاثیرش میاد توی کوین مارکت کپ. میتونید اینجا بیاید تو سایت کوین مارکت کپ و حتما یه ویدیو میذارم توضیح میدم کوین مارکت کپ اطلاعاتی که داره به چه درد ما میخوره. حالا اینجا پرایسش 1 ساعته، مثلا 24 ساعته، 7 روز گذشته چقدر درصد جابجا داشته بیت کوین؟ نزدیک 8.5% مارکت کپش و بالای 24 ساعتش و گردش پول توی تقریبا این تایمی که وجود داره که اینجا هر کدوم من بیان اینا رو بهتون توضیح میده. یعنی دیگه باید بدونین چیه. من حالا بعدا بهتون میگم. اینجا در واقع بخوایم اینو فقط بهتون امروز میگم، این شاخص ترس و طمعه که کامل آوردش رو به سمت طمع دیگه، یعنی رو به سمت ترس. یک شوکی وارد کردن که بسیار کثیف بود از دید من. یعنی تو شما هر جا برین اخبارا رو بخونین فقط راجع به این حجم سنگینی که از زمانی که آقای ترامپ اومدن سر کار، با کثافتکاری هایی که ایشون داره میکنه تو بازار، از دید من دستکاری هایی که میکنه تماما و خودش و خانوادهش رو داره پولدار میکنه. یعنی اونایی که طرفدار ترامپ هم بدونن تمام این دستکاری های بازار کلا زیر سر خانواده ایشون الان فعلا. عذرخواهی میکنم. خب حالا ما میایم
امروز داخل سایت خودمون تریدینگ ربات هایی که سیگنال سلو قبل از اینکه این اتفاق بیفته داده بودن. اصلا یه پدیده است، یعنی اصلا ببینین باور نمیکنین به چه صورته. ما داخل سایت خودمون که بشیم تریدینگ ربات هستیم که دستیارهای ربات ها رو اینجا قرار دادیم. اجازه بدیم من فکر کنم VPN وصله. بله VPN رو قطع میکنیم، چون VPN وصل باشه این مقدار سرعتمون میاد پایین. خب دو تا ربات داریم. من تیم 45 امروز راجعش نمیخوام صحبت کنم، راجع به استراتژی بانکی و تسلا. این دو تا ربات رو میتونید از اینجا تهیه کنین. الان درصد تخفیف داریم براشون. بعد عرضم به حضورتون که آموزشاشون هم هر کدوم برین توی سایت وجود داره، خودم هم که داخل یوتیوب و در آینده هم آپارات ویدیوها رو آپلود میکنم، اونجا هم میتونید ببینید، یاد بگیرید این ربات ها به چه صورت کار میکنن. استراتژی نوع 1 داره، استراتژی نوع 2 داره، بعد سوپر بانکی داره. تک تک این استراتژی ها رو در آینده بهتون توضیح میدم. ربات تسلا رو هم تقریبا خیلی ویدیو سعی کردم بگیرم و بهتون یاد بدم. بعد عرضم به حضورتون که نحوه خریدش به چه صورت. اینجا میاین مثلا همین ربات بانکی شما بخواین 1 ماهه، 3 ماهه داریم، 6 ماهه داریم و سالانه خرید میکنید که حالا وقتی موقعی که نصب بشه براتون، خب الان ما مثلا اولین ارز رو میرم سوی تایمشو میکنم، ماشاءالله یعنی یه جوری گند زدن که حدن. من همه ابزارا رو پاک میکنم. شما تو قسمت ایندیکیتور که بیاد یه بخشی داره به اسم اینوایت اونلی که ربات های ما به ترتیب اونایی که خریداری میکنین و حالا قفل سبز داره براتون بازه، اگه قرمز بشه که نیاز به تمدید دارید. خب عزیزان، ما الان میخوایم ربات اول من براتون تسلا رو فعالش میکنم، شو میذارم تایم فریم 30 دقیقه، میذارم روی هیکل. خب به ترتیبه، یعنی یه جوری این دستکاری رو انجام دادن. نگاه کن، یک کندل زده دیگه نمیشه تحلیل کرد. یعنی شما توی یک باکسی داشتی تحلیل میکردی، این باکسی که دارم بهت میگم کلی روند توش خوابیده ها. یعنی من اگر این فرض رو بگیرم این نباشد، خب اینجا این اومده پایین، یه باکس تشکیل دادیم رفتیم بالا، اینجا بای داده رفتیم دوباره اینجا، اصلا یهو میاد یه چیزی میزنن کل سیستم تحلیل کردن رو میبرن زیر سوال. خب عزیز دل من، شما سوی قبل از اینکه بخواد وارد بشود به ریزش سل داده بوده. سولانا رو ببینیم، سولانا سل داده بوده، دات قبل ریزش سل داده بوده، آدا قبل از ریزش سل رو به ما داده بوده، BCH سل رو به ما داده بوده همچنان. بعد ریپل خوبه تا اینجا همه ارزها رو سلش دیر بوده. BNB ولی خب داده بوده. BNB ببینم تا چند اومد، من خودم ندیدمش، بخیر من از $36 این تحلیل داشتم. XLM اومده پایین، لینک سل رو داده بوده، پول داده بوده، آواکس به ما داده، BTC به ما داده، اتریوم برعکس داده. اتریوم فکر کنم دیوانه بوده تو اون لحظه، چون شما نگاه کن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا عدد مورد علاقه من 13 و 14میش اتریوم خلاف جهت به ما سیگنال داده بوده. اتم سل داده بوده قبلش، بریم روی ICP سل داده بوده. دوج و در واقع اتریوم تا الان خلاف جهت بودن. آستر داده بوده، فیل داده بوده. بعد فیل چه دو طرف رو زده، یعنی اینجا شما سل میگرفتی این اومده رفته اینجا، همین یه تیکه که این برگشته بالا از جایی که سل داده بوده، استاپ ما هم اینجا بوده، تا همینجا 6% برگشته بوده بالا. قشنگ دستکاری کثیفی بود. حالا ارزایی که ما حالا توی کانال طلایی میذاریم اینجا، گالا داده بوده، ARB داده بوده، LTC
تسلا تا الان 2 تا رو نداده بود. وین ریتش بالای 95 96 به نظر من. تسلا میریم اینجا بانکی رو اکتیو میکنیم، ترکیبش هم میذاریم به حالت سوپر بانکی. خب اینجا به ما تقریبا سیگنال داده شده است. بریم از بالا بیایم سوی. بله نسخه اینا رو پاک کنم. LQ داون رو به ما داده بوده، ناحیه قرمز سیگنال نوع 4 مونه، پایین این شما میذارین. اینم داده ماشاءالله. دوباره اینجا بعدی رو داده بوده که دوباره باز میتونستین افزایش بدین کار رو. بریم سولانا. بله سیگنال اوکی بوده بانکی. بذاریم من تسلا رو بردارم چون تسلا تا الان امتیازش برای من زیاد بود تا بانکی رو باید چک کنم. کاردانو سیگنال رو قبل تر داده بوده و اوکی. BCH XRP خوب بوده. اینا BNB. بچه من همه رو تقریبا دیدم، یعنی من فکر میکنم اتریوم و دوج فقط خلاف جهت بودن. نه اتریوم و دوج هم توی بانکی بذارین چک کنم. اتریوم و دوج عالی. توی این ریزش تسلا 95 96 از من میگیره، بانکی 100 میگیره. یعنی ترکیب این دوتا تایم فریم های مختلف. حالا میخوام ترکیب تسلا و بانکی رو در هفته آینده که تلاش شروع به کار میکنه راجبش توضیح بدم که چجوری همزمان ما تو تایم فریم های پایین مثلا میایم اینجا میریم توی 3 دقیقه تسلا رو من اکتیو کنم. اینجا به ما LQ آپ داده بوده، اینجا همزمان این بای داده بوده، اینجا LQ دان، اینجا سل که ما کاری نداریم. اینجا ببین اصلا ترکیب این دوتا رو میخوام بهتون یاد بدم کجا دقیقاً باید بای بگیرید و استاپ و چجوری ما مشخص میکنیم. از بانکی برای یک سری نقاط استفاده میکنیم، حمایت مقاومت هامون، و تسلا برای ورود و خروج آن استفاده میکنیم. تیم 45 که دیگه شاهکار کانال رو به ما میده. من اینجا الان نمیتونم بیارم چون که باید پانکی رو پاک کنم، بعد در آینده رو اکانت اصلی بهتون نشون میدم چجوریه. میخوام هفته دیگه راجع به این بگم بچه. فقط اینو بهتون بگم تسلا 96 گرفت، بانکی 100 گرفت. یعنی همشون پیش بینی کرده بودن 30 دقیقه که این اتفاق قراره بیفته. واقعا ربات ها جاهایی که شما فکر نمی کنین بهتون یه سیگنال میدن. الان من اینو بیارم 30 دقیقه که ببینین رو طلا چجوریه. بانکیشو پاک میکنم یه لحظه. بریم رو تسلا 30 دقیقه. ببین شما اینجا باید درسته با هم یه نگاه میکنم. البته رو طلا من 30 دقیقه هیچ وقت ترید نمیذارم کسی بکنه چون خیلی جابجایی پیپش بالاست، احتمال داره یهو شما کل پولتو بدی بره. ببین من لاین پوزیشن گذاشتیم، اشکال لاین پوزیشن رو میذاریم برای این، استاپش میاد این زیر، ریسک به ریواردمون رو میذاریم 1.5 تا 2. خب اینجا این درست بوده. تایم فریم 30 دقیقه. این تایم فریم 30 دقیقه فکر میکنم اشتباهه و من امیدوارم این درست باشه که بگم اشتباهه. آره این اشتباهه. خب ببینید بذاریم روی 1.5 دقیقه. خیلی خوبه. این تایم فریم 30 دقیقه 960 تا 970 $10 اختلاف 100 پیپه تقریبا. خیلی زیاده $10. یعنی شما روی صدم $10 ضرر بدید، روی یه دهم $100. برای همین تو 30 دقیقه من اینا رو نمیگم، ولی روندا و مسیرها درسته. یعنی شما این سل ببینید درسته، این بای درسته، این سل درسته، این بای اشتباه می شده، این سل درسته. بچه من اینا رو میگم چشمی اینا رو میبینم و نیازی ندارم
دونه دونه بهتون بگم به خاطر اینی که میبینم چشمی کاملا میفهمم. این سل تیپی نمیخوردین، استاپ میخوردین، این بای تیپی میخوردین، این سل تیپی میزدین، ولی استاپاش سنگینه. بانکی هم توی طلا سوپر بانکی نباید کار کنید. من هفته دیگه کلا راجع به این ویدیوها بهتون توضیح میدم که چجوریه. فقط امروز میخواستم بگم که ربات‌ها عملکردشون فوق‌العاده بود روی این ریزش. قبل از ریزش سیگنال داده شده بود و کسایی که گرفتن نوش جونشون. امیدوارم این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه که ببینین ربات‌ها چه جوری میتونن بهتون کمک کنن و در آینده تو گروه‌های حلقه اول و فارکس ببینمتون که هر سوالی داشتین من اونجا در خدمتتون هستم، چه تو گروه چه خصوصی بپرسین راهنماییتون میکنم. موفق و پیروز باشین و پرسود. امیدوارم که حالشو ببرین. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون باشه.